لطفا همین الان دم رو حس کنید، جریان دم رو احساس کنید. نه فقط در منطقه ورودی بینی و مجاری بینی، دم رو که میگیرین در کل مسیر تا پشت حلق و ریه ها رو پر میکنه. در کل مسیر احساسش کنین. راحت نشستیم، چشامون هم بازه، بدنم توی حالت خاصی نیست، ما هم توی مراقبه خاصی نیستیم، ولی میتونیم این کار انجام بدیم. همین الان میتونیم این کار انجام بدیم. یعنی آگاهیمون میتونه معطوف باشه به حس کردن جریان دم. فقط خواهش میکنم که نذارین گم بشه، نذارین از دست بره، بهش آگاه بمونین، ببینین چقدر سریع آروم میکنه. به خصوص اگر ریتم دم یا ریتم بازدم رو یک کمی کند کنین. یکی از روش‌های عمیق شدن، یکی از روش‌های مدیریت کردن خشم ناگهانی، یکی از روش‌های مدیریت کردن هیجانات عاطفی منفی، آگاه شدن به دمه، به شرطی که بتونیم ریتمشو بیاریم پایین.